من قصه میخورم به قرآن، بعضی وقتا این جوونا رو مقابل هم میبینم یعنی گریم میگیره از اتفاقاتی که میفته. اونم سنش پایینه، اینم سنش پایینه، شاخ به شاخ هم بعضی وقتا تو شرایطایی که تو حالا دیگه اون بحث است که ای کاش تحمل نظام جوری بود که وارد این حرفا میشدیم، ولی هنوز به نظر میاد عصبی نمیذارن اتفاق راحت بیاد. خیلی بی انصافیه، خیلی بی اخلاقی فیلمساز یا هر هنرمندی که خفقان ایجاد بکنه. این خفقان خیلی بدتر از خفقان سیاسی تو کشوره که بخوای بگی که هیچی نیست، هیچ امیدی به هیچ کس نیست، چه به فرزندمون چه به بزرگمون. همه دروغ میگیم، همه دروغ گوییم و هم جبران میگیم. خب جبره دیگه، در اختیار ما هم نیم. من قصدم کشورمه که این کشور مال ماست، این نظام باید باید این اصلاح بشه، اصلاحات میخوایم، همه هم میدونیم این اتفاق باید بیفته با زبانهای مختلف.